خب پسر جان. آه. این آره بابا. گرت سوسمار. مرحبا. آفرین. باریکلا پسرم. باریکلا پسر، خوشم اومد. باریکلا. بیا بابا جان، بگیرش. بیا. خب بابا، این چیه بابا جان؟ بیا. این چیه بابا؟ این چیز زرداب مرغ خونگی. احسن پسرم. باریکلا. مرحبا پسر. باریکلا، خوشم اومد. بیا پسر جون، بگیرش. آفرین. باریکلا پسر. آره. خب بابا جان. بابا این چیه؟ این آره. آرت آقا جان. آرت؟ آرت سنگ جهنم. آفرین. مرحبا. باریکلا. آفرین پسرم. مرحبا، خوشم اومد. بیا بگیرش. آرت سنگ. خب بابا جان. پسرم، اگه اینو بگی دیگه کارمون تمومه ها. هم یکی. آره. چیزه بلدم. بگو بابا جون، بگو. هول نشو بابا، میدونم سر زبونته. هولم نکن آقا جان، میگم. میدونم، هول نشو بابا، بگو. چیه بابا؟ آره بابا. پیاز آها. گورستون. آفرین. مرحبا. باریکلا. باریکلا بزنم. خب بابا جون، بیا بگیرش. خب بابا اینا رو چی کارش میکنیم ها؟ اینا رو آره. میریزیم هی میکوبیم آقا جان، هی میکوبیم. آفرین بابا. خب بعد اسمشو چی میذاریم بابا ها؟ اسمشو میذاریم زمات. نه بابا جان، نه، زمات. آره بابا، بگو. زمات. آره بابا. ماشاءالله. مرحبا. حالا واسه خودت یک حکیم شدی. یه چند سفری هم که با من بیای عیادت مریضا حسابی پخته میشی. آره بابا. حالا را بیفت بریم یه سری به اوس محمد بزنیم. زنش میگفت که حالش بدتر شده. این بابام نه میمیره نه میمونه. را بیفت بریم پسر جان.
برو تو هوا. حوض علی به نوم علی. من موتور کشیدم. کیلو کشیدم. سلام علیکم آبجی. علیکم سلام حکیم باشی. بفرمایید بفرمایید. یا الله، چرا دورور مریض رو گرفتین؟ این بیچاره که نفسش تنگ میشه. برید کنار. این دودای جور و واجور چیه؟ یکیش بسه بابا. چطوری اوستا؟ حکیم باشی جونم، قربونت برم، دارم میسوزم. آی حکیم باشی، اون دواهایی که دادینا انگار اثر نکرده و حالش بدتر شده. چی میگی آبجی؟ اون دواها تا حالا تکلیف 1000 تا مریض رو روشن کرده. تا رسید به اوس محمد بی اثر شد. بیا نزدیکتر حکیم جوان، به پدرت کمک کن. زبونتو در بیار اوس محمد ببینم. دهنتو وا کن. بزن. منم ببینم اوس محمد. عجب زبون درازی داری اوس محمد. آخه چند دفعه بگم نذارین مریض ناپرهیزی بکنه. چیزای ناجور میدین مریض میخوره، اون وقت میگین دواهای حکیم باشی اثر نکرده. حالا من چیکار کنم؟ چی دادین به این بیچاره خورده که به این روز افتاده؟ به خدا هیچی حکیم باشی، ما هیچی بهش ندادیم. چطور چیزی ندادین آبجی؟ من که بچه نیستم، موام تو این کار سفید شده. من مطمئنم که مریض ناپرهیزی کرده. به والله ناپرهیزی نکرده، چیز بدی نخورده. خورده. به روح پدرم حکیم باشی، غیر اون دواهایی که شما دادین من دیگه هیچی نذاشتم بخوره. به عزیزونم قسم. من که مفتش نیستم بابا. اقلن به من بگین چی خورده تا علاجش کنم. چرا پنهون میکنین؟ اگه خورده که خورده،
من باید بدونم. منم مطمئنم که خورده. حالا چرا دیگه قسم بی خودی میخوری آبجی؟ حالا چی خورده؟ حکیم باشی جونم، تقصیر از ماست. خدا الهی کورم کنه. دیشب داشتم واسه بچه ها خربزه پاره میکردم، چشمم افتاد دیدم محمد داره با عباس حضرت نگاه میکنه. دلم طاقت نیاورد، یه قاش دادم که بچم جیگرش حال بیاد. الهی کورشم. آخه بیبی مگه تو مریضی؟ هرچی که حکیم باشی رشته بود که تو پنبه کردی. خدا بگم چیکار، استغفرالله. دیدی گفتم آبجی، وقتی گفتم خورده نگو نخورده. حالا این دواها رو بهش بدین، شاید خربزه رو بی اثر کنه. شاید. علیله کدو قلیونی. شیر ترشیده شتر. پاچه ملخ. خب آبجی اینا رو خوب به هم میزنی. یه خوراک ظهر، یه خوراک شب بهش میدی میخوره. تو کلش هم یخ میذاری مخش خونک بشه. پاشویش میکنی تبشو بندازه پایین. دیگه بقیهش با شماست و با خدا. از حالش منو باخبر کنید. اگه آقا جانم نبود من هستم ها. با چش یادتون نره، با چش. زحمت کشیدین حکیم باشی. خدا عمرتون بده. خدا نگهدارتون باشه. آقا جان دستت درد نکنه. به به. اولش خیلی ترسیدم، فکر کردم واقعا اوس محمد از دواهای شما حالش بد شده. همینطورم بود. پس قضیه ناپرهیزی و خربزه و اینا چی بود آقا جان؟ تیر آخر بود پسر جان. خدا رحم کرد که به سنگ نخورد. آخه حکیم باشی که فقط سر کارش با قرص و دوا و این حرفا نیستش، که باید 1000 تا فوت و فن بلد باشه. مثلا وقتی که خبر دادن که مریضت حالش بده، باید بری دور رخت خوابشو خوب بگردی، ببینی پوست خربوزه‌ای، پوست هندونه‌ای، دون اناری، یه چیزی بهانه کنی بگی ناخوش از این خورده، ناپرهیزی کرده، حالش بدتر شده. اینا شگرد کاره. درسته آقا جان، منم پوست خربزه دیدم. اما اگه حالش خوب نشد چی؟ یعنی اگه مرد؟ یعنی خربزه کار خودشو کرده.
آبجی زمات یادت نره. بادکش بادکش، هر جا درد گرفت همون جا بندازی. چشمکی باش. داری پسر جان. کوبیدی کوبیدی زن، اونایی که ریختم تو آمن کوبیدی زن. بریز تو آب بذار بجوشه، زود باش. زود باش، ریشه ملحو یادت نره. وای گشنیز شوربا رو زیاد کن زن، خاصیت داره. سلام علیکم آقا جان. سلام بابا. چی کار کردی بابا؟ ننه حسن چش بود؟ هیچ آقا جان، گمونم سردیش کرده بود. چرا دودلی؟ حتما سردیش کرده بود. بله حتما سردیش کرده بود آقا جان. وای چی بهش دادی پسرم؟ هرچی که شما واسه سردی و دل درد میدادین آقا جان، از اون زماد خودم هم یه خورده بهش دادم. آقا جان قول میدم فردا ننه حسن سرحال سردماغ بره جالیست. ماری کرده پسر، ماری کرده بابا. میدونستم که حکیم قابلی میشی بابا، میدونستم عصای دستم میشی. سینم. بابا آقا جان جانم. از اون
زمات خودم بیارم به سینتون بمالم؟ نه بابا جون نه من سینم اون قدرام درد نمیکنه بابا نه مالی اون سینم نه بابا وای عجب دردی دارم. حکیم باشی چون حکیم باشی دستم به دامنه دارم داره میمیره. سلام علیکم به دادش برسی. بذار دوا از گلوش پایین بره. هنوز 2 دقیقه نشده که حکیم جوون از سر مریض برگشته. منم از زمین ایرونم. آخه تو دواشو خورد عوض اینکه حالش بهتر بشه بدتر شد. یعنی تا آقا باشون از در خونه گذاشتن بیرون، ننم عین مار شروع کرد دور خودش بیچیدن، عین گوشت روزه کشیدن. بلا نسبت بی خودی هول نکن پسر جان. تو که پاپاشو برو ببین ننش چشه. هر کاری که از دستت برمیاد پسر جان کوتاهی نکن. برو بابا. بیا بابا اینجا بابا. بیا بابا اون دوره برو خوب بگردیم. پوست خربزه، دونه انار، دوای ناجور یادت نره. فهمیدی بابا؟ برو. خدا عوضتون بده هر کی باشه. خدا نگهدارتون باشه. برو بابا برو. نه آب یخی چیزی نخوردی؟ نه ترشی نخوردی؟ نه خربزه نخوردی؟ نه یه نفس بلند بکش ببینم. نه طوری نیست دواهاتو زیاد و کم که اتفاقا تا دواهاشو خورد اینطوری شد حکیم باشی. یعنی چی مشتسن؟ این دواهایی که من بهش دادم شفای دردشه. تا حالا 1000 تا مریض رو از جا کنده تا رسید به ننت بد اثر و بی اثر شد. ننت ناپرهیزی کرده. میگی نه از خودش بپرس. ننه ناپرهیزی نکردی؟ نه مشتسن این ناخوش ناپرهیزی کرده. غیر اینم هیچی نیست. من مطمئنم ناپرهیزی کرده. خدا شاهد حکیم باشی ما که دشمن ننمون نیستی. آخه چی بهش دادیم غیر دوایی که خودتون بهش دادی؟ الا بلا این ناخوش ناپرهیزی کرده. یه چیز ناجور خورده، یه چیز ضرردار. خدا امواتتو بیامرزه حکیم باشی. من دارم قسم به خدا میخورم ننم هیچی نخورده. اگه نخورده بود که به این حال روز نمیافتاد مشتسن. یه چیزی خورده. نخورده. خورده مشتسن. نخورده. خورده. نخورده. خورده مشتسن. نخورده. بذار بهت بگم چی خورده. اون خر خورده مشتسن. ناخوش خر خورده. آخه پدر آمرزیده مگه ممکنه کسی خر بخوره؟ خودتون گفتین داره بر مریض و تو حیات خونه رو خوب نگاه کن اگه چیزی بود بگو که مریض.
من گفتم دوربر مریض و خوب بگرد. اگر آشغالی دیدی، اگر دون اناری، پوست خربزه‌ای، خوراکی ناجوری دیدی، بگو ناخوش از این خورده ناپرهیزی کرد. آخه خر که خوردنی نیست. واویلا واویلا، تو آبروی منو بردی پسر، تو آبروی 30-40 ساله منو بردی. آخه تو رو چه حسابی گفتی ناخوش خر خورده؟ چی اونجا دیدی که دلیل خوردن خر باشه؟ وقتی وارد حیاط شدم دیدم کنار آشغالای پالون افتاده. گفتم لابد مریض خره رو خورده، پالونش هم دور انداخته دیگه.